خب برادر شما چی؟ یا ما که اومدیم که برنگردیم حقیقتش. یکم صبر می‌کنید. یا ما که اومدیم که برنگردیم. این شهید باکریه وصیتی داره، میگه که برید دعا کنید شهید چی، چون که بعد جنگ میگه رزمنده ها 2 دسته میشه. یه دسته که غرقی پول و مادیات و اینا میشه، کلا یادشون میره که چیکار کردن، چیکاره بودن. یه دسته که کلا پشیمونن از گذشتشون و میگه که فقط یه دسته هستن که وفادار به گذشتن. دیگه اینا از شدت غصه دق میکنن. یه برید دعا کنید شهید شید. این سربازه که امروز جونشو میده بخواد فردا مملکتش و خانواده‌ش و همه توی رفاه و آسایش باشه. ما هم یه ذره جونی داریم، اومدیم بریم در راه. اون موقعی که